یعنی کباب برادر من کباب کدو شرم کباب نمیشه برادر مردم شرم بخ نگید مردم ها رو میگم هر روز کباب هر روز خونه سال یک دفعه میکنور در فیسبوک میزنی نه کبابی طبیعت نمیفهمی و چی است برادر کباب ما خود ما از سن 20 سالگی کباب شروع کرده بودم خوردم هفته دوباره میخورم یک روز نه فیسبوک دارم نه تیک تاک دارم نه چیز میزنم اگر فیسبوکم سعی کنم یک روز دیده باشم این چی است که شما روز کباب یک در مردمان نان پیدا نمیکنه در افغانستان در شما روز میزنین در فیسبوک دل مردم رو باغ میکنین گفتم برادر ما از سن 22 سالگی که شروع کرده بودم شکم مو زمان دمی پشت ما میچسبید جالی کس است کباب خوردم 6 روز پیش آمده ما یک روز زدم در فیسبوک نه خلاص دیگه برادر من او را ما هر روز بیادر او بازی میره که شکم او کنی بازور خونه کباب است نه کباب میزنیم بیادر به کسی که به. میخوره نوش جانش بخوره کباب را دیگه نزنه در فیسبوک در میزبوک فیسبوک نزنه نه شرم است شرم بیزو شرم برادر من نان اصلا خوب نیست با خدا هیچ نه کباب نه هر نان خوب نیست در فیسبوک والا حاجی عزیز این چیز خیلی خوب است نصیحت به مردم ها بکو برای اگه در مردم های جوان دو دانه چیکن در چی میزنن هر روز کباب ها چی است مگر نگفتنمونه بویش خوبش آمده بچش که مزهش چی رقم باشه دیگه ایدو نو او بچه همی ما و تو هر روز اینجا کباب بار میکنیم چشم نشیم مردم چشم نکنم او تو را هر روز کباب بچه نداره کباب شیر نه والا کباب از ماست چکینه به خاطر بود لم آجی عزیز آلما و تو چشم نمیشیم به خاطر چی؟ نه چکینه در چکن چشم نمیشه؟ لم بچهش لم خوب شد امروز لم خوردیم اون رو نزدیم لم چکین دیگه ارزان نه والا چکن که ارزان هم باشه خب باز تو میگی مردم نان پیدا نمیتن تو هر روز چکن هم میخوری نه اوکی فهمیدی؟ چکین اوکی چکین به خدا؟ والا لم کماله مگر خوبش آمده بچهش طبیعت چای در بغلت بسکیت در بغلت